سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. امروز میخوایم 7 نکته بسیار مهم را که یک کارآفرین موفق انجام بده برای شما عزیزان تشریح کنم. نکته اول یا در نخست هدف تعیین میکنید. اگر شما میخواین یک کارآفرین موفق در زندگیتان یا در جامعهتان باشین، پس شما باید اول هدف برای خودتان تعیین کنید. وقتی که هدف تعیین کردید، شما میتوانید یک کارآفرین موفق شوید. و در قدم دوم دنبال منابع مالی بیشتر فکر کنید. اگر شما میخواهید یک کارآفرین موفق شوید، شما باید منابع مالی را مد نظر بگیرید که عاید شما ماهانه یا سالانه چقدر خواهد بود. یعنی که منابع مالی یکی از رکنهای اساسی و ضروری کارآفرینی موفق میباشد. و سوم نوآوری میداشته باشید. وقتی که شما میخواهید یک کارآفرین موفق شوید، باید نوآوری داشته باشید. نوآوری رکن بسیار مهمی از کارآفرینی موفق میباشد، چون که شما باید یک قسم نوآوری را داشته باشید که تمام از مردم یا فوکس یا اتنشنشان به شما باشد. پس نوآوری زیاد داشته باشید. چهارم، یک تیم تشکیل بدهید. اگر شما میخواهید که یک کمپانی باز بکنید یا یک شرکت را باز بکنید یا یک کار دیگه یا یک شغل دیگه را میخواهید که ایجاد بکنید، شما باید یک تیم بسیار عالی و موفق را ایجاد بکنید. توسط تیم شما میتونید ارگانایزیشن تمام از کار و امور اجتماعیتان را به خوبی پیش ببرید. پنجم، پشتکار و تحمل شکست را داشته باشید. اگر شما میخواهید یک کارآفرین موفق شوید، مشکلات زیاد به شما غلبه خواهد کرد. پس شما باید پشتکار داشته باشید و تلاش زیادی را در این عرصه داشته باشید. و اگر شما شکست خوردید، پس هیچ وقت تسلیم نشوید. چون که تسلیم شدن یعنی که قبول کردن شکست از کارتان خواهد بود. پس همیشه پشت کار داشته باشید. ششم، اعتماد به نفس داشته باشید. اگر شما اعتماد به نفس را برخوردار باشید، شما میتوانید یک کار را بسیار به درستی و راحتی انجام بدهید. پس همیشه باید اعتماد به نفس زیادی را در خود داشته باشید. و هفتم، خلاقیت کسب کار و مسئولیت اجتماعی را داشته باشید. اگر شما میخواهید که کارآفرین موفق باشید، باید خلاقیت کسب کار را هم داشته باشید و همچنان یکی از رکنهای اساسی و ضروری است که شما باید مسئولیت اجتماعی را هم به گردن بگیرید. اگر میخواهید که یک چیزی را نوآوری بکنید و یا یک کارآفرین موفق میخواهید در آینده شوید، پس وقتی که شما فهمیدید که مشکل در کجاست، بفهمید که موفقیتتان از آن نقطه آغاز خواهد شد. پس ما باید از هیچ چیزی بسازیم. تشکر از توجه شما عزیزان. برای ویدیوهای بیشتر ما شما میتونید کانال ما را یا براین میدیا را سابسکرایب کنید. تشکر از توجهتان.